سلام دوستان، امروز یک پروژه دیوانه کننده داریم. قراره با یکی از معروفترین و محبوبترین ماشین ایران یعنی 206 کاری کنیم که تبدیل بشه به یکی از غول‌های جاده، یعنی لند کروز. ممکنه بگید این غیر ممکنه، ولی در این ویدیو میخوایم نشونتون بدیم چطور میشه این دو رو با هم ترکیب کرد. آماده اید؟ بزنید بریم. خب بیایید شروع کنیم با مقایسه این دو ماشین 206 کامپکت و پرطرفدار ایرانی که روزگاری برای بسیاری از ما خاطره ساز بود. از طرف دیگه لندکروز به عنوان یکی از قدرتمندترین و لوکس‌ترین ماشین‌های جهان شناخته می شود. ببخشید ولی لندکروز به با 405 نمیرسه یا حالا ماشین دیگه. ولی سوال اینجاست چطور میتونیم این دو رو ترکیب کنیم؟ آیا ظاهر لندکروز رو میتونیم روی بدنه 206 پیاده کنیم یا موتور قدرتمند لندکروز رو به اون اضافه کنیم؟ برای شروع باید طراحی‌های اولیه رو آماده کنیم. به نظر شما بدنه لندکروز روی میشه 206 سوار کرد؟ یعنی اینجوری بدنه لندکروز رو میشه روی بدنه 206 سوار کرد که با هوش مصنوعی میخوایم این کار کنیم یا داخل ماشین رو تغییر بدیم تا موتور قدرتمند موتور لنگرود رو توی 206 جا بدیم. این کار قطعا چالش های زیاد داره، اما خب ما اینجا هستیم که این چالش ها رو به فرصتی برای خلق یک پروژه تبدیل کنیم. خب اینجا جایی که همه چیز وارد عمل میشه. برای ساخت این ماشین ترکیب باید بدنه 206 رو تغییر بدیم تا شبیه لندکروز بشه. همچنین موتور رو باید با موتور قدرتمندتر از لندکروز جایگزین کنیم. البته اینم یک بخش کار، ما دیگه چیزی رو از نو بسازیم اینا نیستیم. من میخوام فقط بدنش رو بندازیم روی این و توضیحاتی که میدم و دقیقا مطمئن میشه که ماشین جدید عملکردهای عالی داشته باشه. بیایید با هم بریم این کار رو انجام بدیم. در این راه با مشکلاتی هم روبرو شدیم که شاید انتظار نداشتیم، مثلا میتونیم موتور رو لندکروز رو روی 206 جا بدیم یا چطور تغییرات بدن رو به شکل ممکن پیاده کنیم. جایی که باید خلاقیت و مهارت رو به کار بندازیم و هر مشکلی رو حل کنیم. خب اینجا نتیجه نهایی پروژه ترکیب 206 با لندکروز چطور بود؟ فکر میکنی این ماشین بیشتر شبیه 206 یا لندکروز؟ به نظر من لندکروز دیگه. مردم واکنشی به این ماشین جدید دارن. لطفا این ویدیو رو لایک کنید، دنبال کنید و به دوستاتونم نشون بدید. این ویدیو رو دوست داشتید یا نه؟ این هم از پروژه 206 و لندکروز. امیدوارم از دیدن این ویدیو لذت برده باشید. حالا نوبت شماست. تو کامنت هم بگید اگه میدونستید یک ماشین رو با هم دیگه ترکیب کنید چه انتخابی میکرد، یا یادتون نره ویدیو رو لایک کنید و برای ویدیوهای بعدی سابسکرایب کنید. تا ویدیو بعدی، خداحافظ.